با سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با تحلیل گام‌های حرکتی طلای 18 عیار طلا خانم تو تایم فریم های ماهانه و هفتگی. خب من توی تایم فریم ماهانه تحلیل رو شروع میکنم و بهتون میگم که تا حالا چند تا گام ماهانه قیمت حرکت کرده و الان کجای قیمت و کجای گام هست توی تایم فریم ماهانه. من از منشأ حرکتی یعنی از سال 2018 1 سپتامبر 2018 قیمت رو شروع کردم، گام هاشو کشیدم که اولین گام سقفش بوده، خدمتتون عرض کنم که 1,350,000 تومان که این کندل قرمزی که اینجا میبینید سقف گامو زده و از همونجا اصلاح خودش رو شروع کرده و واکنش رو به سقف گام شما اینجا میبینید. دومین گام حرکتی ما از اینجا شروع شده و دومین گام حرکتی ما این هست که سقفش بوده 1,835,000 تومان که اومده پرقدرت سقف خودش رو زده و رفته بالا تا قیمت 2,600,000 تومان و پرقدرت سقف رو شکسته و بدون اینکه اصلاحی داشته باشه قیمت تا 2,600,000 تومان رفته و از همونجا توی این شادو اصلاح داده و انقدر فشار خرید زیاد بوده که قیمت نتونسته به سقف گام قبلی پول بک بزنه و با یک گپ قیمتی اومده گام بعدی خودشو طلا فعال کرده. یعنی گام بعدی ما میشه این کندل سبز. من تو توضیحاتم اشاره میکنم که گام ها رو چجوری میکشم، چون کشیدن گام ها ریزه کاری داره بچه‌ها که باید اونا رو بلد باشین تا بتونین گام ها رو بکشین. خب گام بعدی ما بوده این، یعنی سومین گام تایم فریم ماهانه ما که سقفش بوده 4,850,000 تومان که اومده دوباره پرقدرت مثل گام قبلی سقف خودش رو زده، اما داره هنوز اصلاحی ما نداشتیم توی تایم فریم ماهانه و ما برای اینکه گام بعدی ماهانه شکل بگیره باید تو تایم فریم ماهانه ما اصلاح داشته باشیم و اگر بخواد اصلاح از همین جاها شروع بشه باید بیاد کف 6100 رو بزنه بچه‌ها. یعنی شما اگر منتظر خریدن طلا هستین و از خرید طلا جا موندین، الان قیمت مناسبی تو تایم فریم ماهانه برای خرید طلا نیست، چون گام ماهانه فعالی ما نداریم و باید اصلاح بده و بالفرض اگر از همین جا شروع کنه به اصلاح باید 600 رو بزنه و اگر بخواد به سقف گام قبلی خودش هم پول بک بزنه محدوده 4,870,000 تومان تا 5 میلیون تومان، یعنی بین محدوده 5 میلیون تا 6 میلیون محدوده خوبیه تو تایم فریم ماهانه برای خرید و میتونید شما توی اون مناطق منتظر خرید باشید و دوستانی که تو تایم فریم ماهانه طلای خودشونو خریدن میتونن اینجا سیو سود کنن و میتونن یه مقدار از سودهای خودشون از این بازار خارج کنن. خب من گامای تایم فریم ماهانه رو بهتون گفتم و میریم سراغ تایم فریم هفتگی که ببینیم تو تایم فریم هفتگی چه خبره بچه‌ها، که تو تایم فریم هفتگی چه خبره و قیمت داره تو تایم فریم هفتگی چه میکنه و اینجا ما بریم تو تایم فریم هفتگی دوباره ببینیم چه خبره بچه‌ها. خب خیلی رفتیم پایین دیگه، بعد بیاریمش بالا. خب تایم فریم هفتگی ماست. خب این تایم فریم هفتگی ما هست. خب تایم فریم هفتگی ما یه مقدار اینجا باگ داره بچه‌ها.
ببینید اینجا رو خیلی خوب برای من نمیکشه، ولی بر ترتیب ببینید این اولین گام ما روی این کندل بوده، روی این کندل سبزه. دومین گام ما خدمتتون عرض کنم که میشه این. من از دومین گام شروع میکنم چون گام اول برای من باگ داره نمیکشه، نرم افزار باگ داره و متاسفانه رسم نمیکنه برای من. بذار ببینم اینجا. خب ببینید دومین گام ما میشه اینجا که ببینید اومده سقف خودش رو زده تو تایم فریم هفتگی که 522,000 تومان 520,000 تومان بوده سقف گام دومین گام هفتگی خودش که اونجا اومده سقف رو زده و دوباره اصلاح داده. فقط میخوام واکنش ها رو بچه‌ها به سقف گام ها ببینید که چقدر زیبا واکنش داده. و گام بعدی ما میشه اینجا و سقفش هم میشه اینجا. خیلی داره اذیت میکنه متاسفانه. خب سقفش هم میشه اینجا. خب اشکال نداره، حالا با همین هم ما سر میکنیم. خب سقفش بوده کجا؟ از 520,000 تایم فریم گام بعدی تو تایم فریم هفتگی بوده 900,000 تومان، 910,000 تومان، 900,000 تومان بوده گام بعدی ما که اومده دوباره سقف خودش رو زده و گام بعدی ما میشه این که میشه گام بعدی ما که سقفش کجا بوده؟ سقفش میشه اینجا از 900,000. گام بعدی ما میشه اینجا که بوده 1,700,000 تومان که اومده باز گام خودش رو کامل کرده. بچه اینجا ببینید اومده توی گام پول بک تا 2,318 قیمت رفته، بعد اومده اصلاح داده، ولی بچه کف گامو نزده، یعنی اومده نزدیک شده به کف گام. میلیمتری هم اومده، بذار ببینم کف گام ما رو زده. اگه کف گام رو زده باشه این لوش 87 78 این لوش 87. خب اینو زده بچه ها، اومده یه گامو فیل کرده تو تایم فریم هفتگی، فیل کرده و ما گام هفتگی ما میشه این. خب میشه گام هفتگی ما میشه این. ببین بچه ها هر چی تایم فریم میاد پایین تر احتمال اینکه گام فیل بشه هست. الان اینجا دیدین که قیمت اینجا گام خودش رو شروع کرد، خط 2,618 رفت اومد پشت گامو جمع کرد و گامو فیل کرد و گامو کامل نکرد. ولی اینجا میبینید بعد از اینکه گامو فیل کرد اومد نقدینگی پشت گامو جمع کرد، دیگه قیمت راه خودش رو شارپی ادامه داد و رفت سقف گام خودش رو اینجا زد. این همون اسمارت مانی که خیلی صحبتشو میکنن بچه‌ها، که قیمت میتونه یه گامو فعال کنه تا وسطاش بره، بعد بیاد دوباره اون گامو فیل کنه و حرکت اصلی خودش رو از اونجا شروع کنه. یعنی بعد از اینکه نقدینگی رو جمع کرد حرکت اصلی خودش رو شروع کنه، که این اسمارت مانی که صحبتشو میکنن اینجا من بهتون نشون دادم که گام تا 2,618 خط فیبوناچی رفت فیل شد، بعد حرکت اصلی خودش رو شروع کرد که گام بعدی ما میشه اینجا که سقف گام بوده کجا؟ سقف گام بوده 1,817,000 تومان. حالا جالب اینه بهتون بگم یه نکته است. ببینید گام قبلی که فیل شد سقفش 1,800,000 بود، گام بعدی که بازم رفت و فعال شد دقیقاً تارگتش همون گامی بود که فیل کرد. اینا همه نکاتی هست که من بهتون تو این ویدیو میگم و خیلی نکات مهمی هست. یعنی درست گام قبلی فیل شد ولی گام جدیدی هم که دوباره فعال شد تارگتش همون گام قبلی هست که فیل شد. خب گام بعدی ما اینجا هست، این تو تایم فریم هفتگی هست که من دارم گام رو براتون میکشم. خب ببینید اینجا اومده سقف رو زده. بچه‌ها فقط میخوام واکنش قیمت به سقف ها رو بهتون بگم که وقتی میزنه اسلامی میده چقدر زیباست که اومده سقف رو زده دوباره واکنش داده. خب گام بعدی ما یعنی بوده چقدر سقفش بوده 2,750,000 تومان. گام بعدی ما کجاست؟ گام بعدی ما اینجاست. خب گام بعدی ما اینجاست که سقفش هست اینجا
سقفش هست اینجا که اومده سقفو زده 4,750,000 تومان سقفش هست. بله 4,750,000 تومان سقفش هست. خب 4,750,000 تومان سقفش هست که گام بعدی ما باز دوباره میشه اینجا. این یک کندل میشه گام بعدی ما که تارگتش هست. خب اینجا بوده تارگتش که دوباره اومده سقفو زده. بچه واکنش به سقفو میبینین بوده 6,298,000 تومان. اینجا یه گام هفتگی رو کامل کرده که من خودم اینجا یه سیو سود طلا داشتم که دوباره اینجا یه گام هفتگی رو شروع کرده که این گام‌های هفتگی شارپی هن، بدون نقدینگی رفتن بالا، خیلی خطری هن. حتما سیو سود کنید که الان طلا تو تایم فریم هفتگی خودش ببینید رو خط 2 ماه 318 هست، بدون نقدینگی گام رفته بالا و ته قیمت گام هفتگی 9,300,000 تومان هست. از همینجا به نظر من میتونین طلاهاتون رو بفروشین، سیو سود کنین و منتظر اصلاح تو تایم فریم ماهانه باشین تا یه گام ماهانه شکل بگیره و اگر بخواد طلا از همینجا اصلاح کنه تا بین 5 تا 6 میلیون تومان بهترین مناطق خرید برای طلا هست بچه‌ها. و طلا میتونه بیاد تا این نواحی، این کفو بزنه، یعنی کف 6200 رو بزنه که احتمال خیلی زیاد میزنه و تا سقف این گام یعنی تا محدوده 4,800,000 تا 5 میلیون تومان میتونه طلا اصلاح بده. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما با لایک و سابسکرایب های خودتون منو حمایت کنید، نظرات خودتون رو برام بنویسین، برام مهمه و اگر علاقه‌مند بودین بازار مالی رو براتون تحلیل کنم و گام های حرکتیش رو براتون بکشم توی هر تایم فریم، حتی تایم فریم های کوچیک، حتی تو فیوچرز، رمز ارزها میتونم این کار براتون انجام بدم و گام های حرکتی رو براتون بکشم و بهتون بگم که قیمت تو هر تایم فریم قرار هست چه تارگتی رو برای ما ثبت کنه. مرسی از توجهتون. فعلا خدا نگهدار. خداحافظ.